میچ بابایی دست بابایی زخم کردی. بعد از 6 ماه اومدی تو خونه، بابایی بهش غذا داد، بعد بابایی زدی، قهر کردی رفتی، هنوزم طلبکارم هستی. نگاه کن دست بابایی چی کار کردی، نگاه بکن. من تو بغل خودم بهشت شیر ندادم، تو بغل خودم بزرگ نشدی. حالا چرا بابایی زدی؟ چرا پنگول کشیدی؟ تو اصلا چرا با ما قهر کردی رفتی؟ معلوم هست کجا میری؟ معلوم هست با کی میگردی؟ برای خودت یل محله شدی تو 6 ماهگی. حالا میری با گربه 2 سال بزرگتر از خودت کل کل میکنی؟ تنوز تا پریروز فیلمات هست داشتی شیر میخوردی. حالا اون فیلمی که با اون گربه 2 سال از خودت بزرگتره بذارم همه ببینن. حالا که من غذا بهت دادم سزام این بود که وقتی نازت میکنم نه اینجور بگیری دست بابایی زخم کنی. نگاه خجالت نکشیدی؟ ها؟ خجالت نکشیدی میچ؟ ها؟ بعد از 6 ماه اومدی بردمت تو خونه بهت غذا دادم. میترسم، به خدا میترسم میچ میترسم این دست من زخم کنی. میچ نگاه کن. اوه دوباره زدی. تو چرا اینقدر عصبی هستی؟ از دست کی عصبی هستی که من باید تاوان پس بدم ها؟ برو اصلا برو تا فردا فکر کن رو کارات. خوب رو کارات فکر کن.